هوا سرده کاپشنم کو. اگه شما هم جزو افرادی هستید که سوپ تره فرنگی رو تا الان امتحان نکردید، اصلا این کلیپ رو از دستش نده و حتما توی این هوای سرد درست کن و لذت ببر. این سوپ یه تفاوتی داره، کلیپ رو نگاه کن تا متوجه تره فرنگی ها رو خورد میکنیم و بعد خوب میشود. پیازو تفریدیم، سیر و بعد تره فرنگی ها. تفاوتش اینجاست که من حتما از کدو حلوایی استفاده میکنم. به همراه سیب زمینی و هر استاکی که دارم نمک و فلفل اجازه میدم تا سبزیجات حسابی بپزه و نرم. شیر رو به همراه خامه روی حرارت میذارم تا قوام بیاد. نون توستم رو به همراه روغن زیتون، سیر و کره تفت میدم تا طعمدار و خوشمزه بشه. سبزیجات رو حسابی میکس میکنم، مواد کرمی رو اضافه میکنم و اجازه میدم ها با هم دیگه ترکیب بشه و سوپ هم جا بیافته. در کنار خامه و نون توست های مزه دار شده به همراه کمی جعفری بی‌نظیر میشه. ممنون میشم که لایک کنی، یه دور تو پیجم بزنی. مطمئنم که از بقیه کلیپام خوشت میاد.